دوتاشونم با تو، اصلا ستاشونم با تو انگار با لحن تیکه تو صحبت کردن و به هم دیگه من دیدم، یعنی این حس رو گرفتم ازش. باشه به من چه که دوست پسرای شما نمیتونین جمعشون کنین اما من خوششون میاد، اونم توی یک روز فروختنتون. به من چه ربطی میتونه داشته باشه؟ مگه من رفتار اشتباهی با هر کدومشون داشتم؟ تو رو خدا اگه داشتم واقعیت به من بگو. من اگه میخواستم انتخاب کنم خب حق انتخاب داشتم، اجازه نمیدادم شما انتخاب کنید که. غیر از اینه. و اینکه من توی جمع گفتم که بچه‌ها به نظرتون نگار میتونه باشه اوکی بشه، بعد فردا باش گفتش که وای فقط اوکی بشه دیگه، فقط اوکی بشه دیگه، دوست پسر من بهش توجه نکنه، من دارم سکته میکنم. خیلی ناراحتم واقعا. آروم باش. نه آروم باش. به هیچ کدومشون یعنی هیچ حسی نداشتم، من انتخابشون نکردم. چرا باید دخترها من انقدر بدشن یهویی؟